سلام، من ملیکام و قرار توی این ویدیو بهتون چند تا وسایل مهم دیگه که علاوه بر دوربین بر خریداری بکنید رو معرفی بکنم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. بعد از خریدن دوربین، خریدن یک مموری کارت اضافه هم یکی از نکات مثبت هستش. مموری کارت اضافه هر چقدر که فضای بیشتری داشته باشه به ما کمک میکنه که ویدیوهای طولانی تری رو بتونیم با دوربینمون ضبط بکنیم. وسیله دوم هارد هستش. شما اگر هارد رو تهیه بکنید بعد از پروژه گرفتن دیگه نگران این نیستید که فضای کافی نداشته باشید، بکاپ نداشته باشید. در کل هارد یکی از وسایل مهمی هستش که باید تهیهش بکنید. وسیله سوم یک رم ریدر خوب هستش که تهیه بکنید. درسته که حالا ما با استفاده از دوربین و سوکت و یک سری چیزهای دیگه میتونیم عکس و فیلممون رو انتقال بدیم، اما خب گزینه‌های زیاد مناسبی نیستن و رم ریدر یک گزینه بسیار مناسب هست که ما عکس و تصاویرمون رو از دوربین به حالا لپتاپ منتقل بکنیم. وسیله دیگه‌ای که نیازه که حتما تهیهش بکنیم سپایه هستش. سپایه کارهای خیلی زیادی داره، باعث میشه ما لرزش نداشته باشیم و اگر که بخوایم از خودمون فیلم برداری کنیم روی سپایه قرار میدیم و به راحتی این کار رو انجام میدیم. در کل سپایه هم یکی از مهمترین چیزها و اولین چیزهایی هستش که شما اگر میخواین عکاسی و یا فیلم برداری به صورت حرفه‌ای شروع بکنید و یا تازه کار هستید باید تهیهش بکنید. وسیله مهم دیگه کیف دوربین هستش که ما حالا کیف دوربین رو میتونیم به صورت کوله یا همون کیف دوشی که میندازیم یک بنده تهیه بکنیم. کوله یک حالا کیف مناسب تری هستش چون به صورت دو بند میندازیم، امن‌تره و از مقاومت بیشتری هم برخوردار هستش. وجود فلاش توی حالا عکاسی هم یکی از مهمترین وسایلی هستش که باید تهیهش بکنیم. من توی یک ویدیو جدا کاربرد فلاش اکسترنال رو بهتون کامل توضیح میدم تا برید تهیهش بکنید و ازش استفاده خیلی زیادی ببرید. وسیله بعدی که میتونید تهیه بکنید یک باتری اضافه یا باتری گریپ هستش. دیگه نگران نیستیم که حالا اگه پروژه قبول کردیم باتریمون تموم بشه، شارژ کم بیاریم یا هر چیز دیگه‌ای. در نهایت هم فیلتر UV یکی از مهمترین فیلترهایی هستش که شما باید تهیه بکنید. این فیلتر از عبور گرد و غبار حالا به لنز جلوگیری میکنه. مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. اگر ویدیو راضی بودید تو چنل من سابسکرایب کنید، منو به دوستاتون معرفی بکنید تا ویدیوهای بعدی و آموزش‌های بعدی. خدا نگهدار.